چیز دیگه که یادم اومد بگم اینه که مثلا همون قدری اون آدمی که این فیلم رو پخش کرده هنوز پیدا نشده مقصرشون آی پیش اصلا مال ایران نبود. همون درود دوستان، وایسی که شنیدید قسمتی از وایس هایی بود که آتوسا لطیفی پخش کرده. هر جای اسمش رو شنیدید بدونید که یا فیلم ها رو دیدن یا وایس هایی رو که خانم لطیفی بعد از ماجراهای فیلم ها پخش کرده رو شنیدن که البته هرچه بازار حواشی این دختر داغ‌تر باشه تعداد فالوورهای اینستاگرام و سابسکرایب های یوتیوبش بیشتر میشه و خب به تبع پول بیشتری به جیب میزنه. آتوسا نمیخواد به این زودی دست از حاشیه برداره. برای همین با مدیر کانالی تلگرامی مصاحبه کرده و طی وایس هایی که قسمت هایش رو براتون میذارم حرفایی زده. وایس ها رو آخر ویدیو کامل براتون میذارم. لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید. بیشترش و مردم مقصرن، چون اگه این مردم یکم غیرت داشتن، اگه یکم انسانیت داشتن، میگفتم ما خودمون خواهر داریم، مادر داریم، فامیل داریم. خانم آتوسا تو وایس اولش گفته که مردم بیشتر از اونی که فیلم ها رو پخش کرده مقصرن. مردم غیرت ندارند. اگر یکم غیرت و انسانیت داشتن با خودشون میگفتن که ما خودمون خانواده و خواهر داریم، نامزد داریم، همسر داریم. اگه یه لحظه خودشون رو جای همسر من و خانواده من میذاشتن اینقدر این فیلم رو پخش و وایرال نمیکردن و جلوشو میگرفتن. ولی متاسفانه اصلا براشون مهم نیست. به این فکر نمی کنن که زمین گرده و یه روزی بالاخره بلاها سر خودتون میاد. دیگه خودتون به چشم دیدید. من اصلا فکر نمی کردم این بلا بخواد سرم بیاد. ولی زیاد دیده بودم که سر آدمهای دور و برم همچین بلایی بیاد. دخترها اذیتم همیشه دخترها بهم تیک انداختن، نگاه‌های سنگینشون، هی از من و همسرم عکس و فیلم گرفتن. خب پسرها مگه نمیتونن این کار رو بکنن؟ خیلی کمتر. آتوسا تو وایس دومش میگه بیشتر دخترها بودن که این مدت به هم هیت منفی میدادن. با همسرم بیرون که میرفتیم عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن و به هم متلک میپروندن. ولی پسرها بیشتر تو تلگرام و اینستاگرام خیلی اذیت میکردن. ولی دخترها اصلا همجنس من بودن. انگار بدتره. همون قدری که کلی دختر نازنین دارن به هم انرژی مثبت میدن، خیلی هاشونم اذیتم میکنن. فقط منم که بولد شدم، فقط منم که هیت میگیرم، فقط منم که باید چرت و پرت بشنوم. ولی 3 نفر دیگه هیچی، اصلا. آتوسا تو وایس سومش میگه خیلی جالبه که تو این اتفاق و آبروریزی که شب نامزدی من پیش اومد فقط منم که هیت میگیرم، فقط منم که چرت و پرت بشنوم. ولی 3 نفر دیگه که هیچی، اصلا هیچ اتفاقی، هیچ هیتی نگرفتن. اصلا همه رو چسبوندید به من و بقیه برای خودشون راحت و مظلوم واقع شدن و فقط منم که اینجا دارم روزی 2000 تا دایرکت فحش و بد و بیرا دارم میگیرم. همونقدر که به هم دایرکت خوب میدن همونقدرم دایرکت هیت میگیرم. مگه من چیکار کردم که شما مرگ منو میخواید؟ دلتون میخواد که من اعدام بشم؟ دلتون میخواد به خاک سیاه بشینم؟ من چرا باید اینقدر فوش و واژه‌ات باید بهش بگم غیرت؟ من با غیرت ترین مردی که من تو کل زندگی میدیدم، عاشق ترین مردی که تو زندگی میدیدم. آتوسا تو وایسی که بعد از این براتون میذارمش گفته من و همسرم هیچ بدی به کسی تو زندگیمون نکردیم و حقمون نیست که شب نامزدی و شب عقدمون رو خراب کردید. مثلا همسرم چرا باید فحش بخوره؟ چرا باید اینقدر بهش بگم بی غیرت؟ اتفاقا اون با غیرت ترین، عاشق ترین، حمایتگرترین مردیه که من تو کل زندگی میشناسم. یعنی من واقعا پیشش احساس امنیت میکنم، واقعا خوشحالم باهاش. بهترین آدمیه که تو زندگیم دیدم. تازه من 3 ماه قضیه عقد و عروسیمون بوده. اصلا من ایشونو بیشتر از 1 سال نمیشناسم. چرا هی میگید شوهرش بی غیرته؟ تو گذشتهش بوده. گذشته هر انسانی به خودش مربوطه. همونطور که من تو گذشته همسرم دخالت نمیکنم. به نظر شما حق با کیه؟ آیا همسر آتوسا واقعا گذشته آتوسا براش مهم نیست؟ لطفاً نظرات خودتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. که سر
آدم های دور و برم همچین بلایی بیاد یا تو فیلم ها میدیدم هیچ وقت فکر نمیکردم سر خودم میاد. واسه شما هم اینجوریه، فکر میکنید خودتون داغرم هیچ بلایی سرتون نمیاد؟ آره میاد. بعد ببینید کل مردم ایران سعی تو پخش کردن بیشترش دارن. یعنی من کامنت ها رو میبینم واقعا پرام میریزه که دخترها مخصوصا دیگه، تو دیگه اصلا جنس منی، تو دختری مثل خودمی، خودت در آینده میخوای مادرشی. من این تایمی که حالا مثلا بیرون رفتم با همسرم بیشتر دخترها اذیتم کردن، بیشتر دخترها بهم تیک انداختن، نگاه های سنگینشون، هی از من و همسرم عکس و فیلم گرفتن. خب پسرها مگه نمیتونن این کار رو بکنن؟ خیلی کمترن پسرهایی که بخوان حضوری تو خیابون آدم اذیت کنن، حرف بزنن، فحش بدن، ولی دخترها خیلی زیادن. حتی همین آشناهام هم دیدم که بهم تیکه بندازن. ولی نمیدونم، شما خانواده من دارین پیر میکنید، آخر تا من رو به کشتن ندین، تموم نمیکنین بازی کسی. و اینکه نمیدونم واقعا باز پسرها الان تو اینستا خیلی اذیت میکنن، تو تلگرام خیلی اذیت میکنن، ولی دخترها اصلا همجنس من انگار بدتره. همونقدر که کلی دختر نازنین دارن به منج مثبت میدن، همونقدر هم اذیت. خیلی جالبه که تو این اتفاقی که پیش اومد، تو این آبرو ریزی که شب نامزدی من پیش اومد و خیلی بلاها سرم اومد، فقط منم که بولد شدم، فقط منم که هیت میگیرم، فقط منم که باید چرت و پرت بشنوم. ولی 3 نفر دیگه هیچی، اصلا هیچ اتفاقی، هیچ هیتی نگرفتن، اصلا همه رو چسبوندین به من و بقیه بر خودشون راحت مظلوم واقع شدن. فقط منم که اینجا دارم حرف میخورم، روزی 2000 تا دایرکت فوش و بد و بیرا. همون قدری که بهم دایرکت خوب میدن، همون قدر دایرکت پیت دارم میگم. آخه مگه من چی کار کردم که شما مرگ منو میخواین؟ دلتون میخواد من اعدام شم؟ دلتون میخواد به خاک سیاه بشینم؟ من و همسرم هیچ بدی تو زندگیمون به کسی نکردیم و حقمون نیست شب نامزدی همچین داستانی پیش بیاد. حالا نامزدی که تموم شد رفت، ولی خب عقلی که خراب کردیم. مثلا همسرم انطوری باید انقدر فوش و واژه انقدر باید بهش بگم غیرت، تو هم با غیرت ترین مردی که من تو کل زندگی میدیدم، عاشق ترین مردی که تو زندگی میدیدم و حمایتگر ترینه. یعنی من واقعا پیشش احساس امنیت میکنم، واقعا خوشحالم باشه، بهترین آدمیه که تو زندگی میدیدم. تازه ما 3 ماهه قضیه عقد و عروسیمون بوده. مثلا من ایشون رو بیشتر از 1 سال نمیشناسم، چرا هی میگید شوهرش بی غیرت تو گذشتهش بوده؟ گذشته هر انسانی به خودش مربوطه، همونجور که من تو گذشته همسرم دخالت نمیکنم.